پسر بچه 8 ساله ای را مادرش فوت کرد. پدرش زنی دوم گرفت. یک روز پدرش از پسرش پرسید که پسرم، به نظر تو فرق بین مادر اولی و مادر نوت در چی است؟ پسر بچه جواب داد: مادر اولی هم دروغگو بود، اما مادر نوم راستگو است. پدر با تعجب پرسید: چگونه پسر؟ گفت: اول اگر شوخی یا مادرم را اذیت می کردم، مادرم می گفت اگر اذیت کنی تو را خوراک نمی دهم، ولی باز هم من شوخی و اذیت می کردم، باز مادرم من را در تمام دیه جستجو کرده به خانه آورده خوراک می داد. اما حالا اگر شوخی یا اذیت کنم، مادر نوم می گوید اگر این کارهایت را بس نکنی تو را خوراک نمی دهم. راست می گوید. حالا 2 روز می شود که من خوراک نخوردم، گرسنه هستم. خدایا هیچ طفلی را بی مادر نکن و بر یتیمان صبر ده. خدایا خارشان مکن.